ماشینی که تا 7 سال مال خودت نیست، یا 5 ساله است یا 7 ساله است، اگه لیست کنی بعد 5 سال بعد برگردونی به اون کمپانی، یا که کلی پول دوباره زیر قسط بری بخوای مال خودت شه، فایننس بخوای بکنی 5 تا 7 سال کلی پول باید ماهیانه بدی. بیمه های سنگین که کمترین بیمه ماهی 350 دلاره و اینکه خب اینا به چه قیمتی؟ قربت هم رو سرش تحمل کنی تمام آب و هوا و بدبختی رو. یه حساب سرانگشتی 40 ساعت کار کنی، مینیمم حقوق 16 دلار و 50 سنت الان تو اونتاریو، که البته بگم خیلی جاها همون هم نمیدن. میشه چقدر؟ 660 دلار هفته‌ای. این 660 دلار منهای 13% تکس میشه که تکس رو ازت کم میکنن، وکیشن پی رو کم میکنن، تش میمونه چقدر؟ 540 دلار. یعنی تقریبا یه چیزی حدود ماهی 2150 دلار بر 2150 تا برات میمونه. شما بخوای یه دونه زیر زمین اجاره بکنی الان باید 1,800 بدی، 300 تا برات میمونه. 300 تا خوراک یه هفتته. پس بقیه‌اش میخوای چیکار کنی؟ قسط ماشینت، بیمه ماشینت، لباس داری، آرایشگاه داری، عیاب ذهاب داری، پول بنزین داری. خیلی خوب، چه جوری میخوای زندگی کنی؟ پناه میبری به یک اتاق، خودتو حبس یک اتاق میکنی. حالا بیاید 2 تا 4 تای دیگه بکنیم. میری توی اتاق بری توی اتاقی که زیر زمینه، کوچکترین بدترین اتاقو بگیری. الان دیگه باید لااقل 600 تا پول بدی. 600 تا بدی یه اتاق. خیلی خوب، 1000 تا هم هزینه بیمه و این داستانای ماشینت میشه، قسطش و اینا میشه چقدر؟ 1600 تا. با 400 تا برات میمونه. یعنی تو اون اتاقم بری فقط توی ماشینت رو زیر پات نگه داری. خیلی خوب، بعد چه اتفاقی میفته؟ اون اتاق نورگیر نیست، تو زیر زمینه، ویتامین دیت میاد پایین، بعد دچار افسردگی میشی، ویتامین دیت بیاد پایین، یا بعد کل قرص بخوری آیا که جبران بشه بدنت بگیره اون ویتامین رو. بعد چه کاری بعد انجام بدی؟ هیچی. تغذیه میگیری چون پول کافی برای غذات نداری. خب برای چی؟ که بگی من کانادا؟ که چی بشه؟ که بگی یه ماشین خارجی زیر پامه؟ خب که چی بشه؟ آیا خوشحالم هستی؟ آیا خوشبختم هستی؟